نویه همدانی ساکن دیهه بوغزوغون جماعت سر خسور نویه بلجوان شعباز عبدالرحمانوف را با جرم قلابی به مقدار مخصوصا کلان و سوء استفاده از نام دستگاه پرزیدنت تاجیکستان به 10 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرده است. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان گفت شعباز عبدالرحمانوف در اول سال جاری خود را سعیدوف امید کارمند دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان معرفی کرده به چند تن ساکنان نویه همدانی وعده داده است که اگر برایش پول بدهند او میتواند با استفاده از منصب خود برایشان در حدود این نویه قطعه‌های زمین گرفته بدهد. به حساب تفتیشات این نفر در عموم دست کم 18 ساکن همدانی را به مبلغ عمومی 91800 سامانی فریب داده است. طوری از مواد پرونده برمی آید این کارمند قلبکی دستگاه پرزیدنت حتی از مبلغ‌های خردم روی نمیگرداند و برای مثال از شهروند رستموف همگی 500 سامانی زلو گرفته است. پروکورور نویه میر سعید علی امدانی نسبت عبدالرحمانوف شعباز حیدرعلیویچ با ماده 247 قسم 2 بندهای ا و 247 قسم 3 بند و 247 قسم 4 بند ب قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز نموده بعد از انجام یافتن تفتیشات پیشکی به سود فرستاده است. با حکم سود نویه میر سعید علی امدانی عبدالرحمانوف شعباز حیدرعلیویچ جزا در نمود محروم ساختن از آزادی به مهلت 10 سال با نگاه داشتن در کلانی‌های دارای نظامش پرزور تعیین کرده شده است.